361 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشور بستری هستند که برایشان آرزوی سلامتی و شفای عاجل داریم. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 312 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی می‌کنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31346 نفر رسیده است. از زمان شیوع بیماری در کشور تعداد 545286 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و تعداد بهبود یافتگان بیماری تاکنون 438709 نفر میباشند. در ادامه روند تشریح وضعیت بیماری در استانهای کشور امروز توضیحاتی رو در خصوص وضعیت بیماری در استان یزد به اطلاع شما عزیزان میرسونیم. پس از گذر از خیز شدید بیماری در اسفند ماه سال گذشته در استان یزد و عبور از یک خیز ضعیفتر در مرداد ماه سال جاری، از اواسط شهریور نمودار موارد ابتلا و بستری روزانه در این استان مجدداً روند افزایشی به خود گرفته و این روند صعودی با شیب تندی همچنان در حال امتداد می باشد. همکنون تمامی شهرستان‌های استان یزد در وضعیت قرمز بیماری قرار دارند. میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این استان 63% گزارش شده است. همچنین میزان استفاده از ماسک توسط مردم در اماکن عمومی استان یزد 60% و در وسایط نقلیه عمومی 54% میباشد. در هفته چهارم مهر ماه بروز موارد بستری در استان با افزایش نسبت به هفته ما قبل حدود 28 نفر به ازای هر 100,000 نفر جمعیت گزارش شده است که میزان بروز در این شاخص با اختلاف قابل توجهی بالاتر از میزان متوسط کشوری است. همچنین بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در این استان 24.5 نفر به ازای هر 1,000,000 نفر جمعیت می باشد که میزان بروز در این شاخص نزدیک به میزان متوسط کشوری است. در پایان با توجه به تعطیلات پیش روی از کلیه هموطنان عزیز کشورمان خواهشمندیم به منظور حفظ سلامت خود و خانوادهشان از هر گونه اقدام به سفر به طور جد خودداری نمایند.